مشکلات جنسی از آدرس فضای مجازی برای جوانها ایجاد میشه. از بین رفتن قبح ارتباط دختر و پسر دیگه از بین میره. یعنی به این معنا استمناء، ارضای غریزه جنسی با دست، چرا؟ از همین آدرس صورت میگیره. این فضای مجازی رو تعقیب میکنه. این میره در صفحه فیسبوک خود دم سر دم پهلو دم وسط ویدیوها است، این کلیک کرد ویدیوها برش میاد. عادت ویدیوها برای است اگر یک ویدیویی برهنه نظر کردی ویدیوی بعدش برهنه تر است، ویدیوی بعدش برهنه تر است، چون خودش موافق فکر خودش ویدیو میاد. این تو نگید که موبایل ما ویدیوهای ماشین تو چیزای بد میاد، چیزای بد تعقیب میکنه، خودش میاد اون زمینه‌اش فراهم میکنه. سجستن پیشنهاد کردن او یک چیزی است، یک چیز پیشنهاد کرده میگه دیگه ویدیو میاد، دیگه عین همون موضوع کلش ساخته شده است. تیک تاک عین همین موضوع رو داره، یوتیوب عین همین موضوع رو داره. با این سیستم پیش میره، هر چیزی رو که تعقیب بکنه اونمو بدیلش میاد، از او کده خوبتر، از او کده آزادتر، از او کده برهنه‌تر. جوان بیچاره مجرد است از دید فکرم خالی، بیچاره ما قدر از تقوا هم بالاتر نیست که خود کنترل کرده بتونیم یوسف زمان خود باشیم که بگیم معاذ الله، پناه به خدا. اینطور گفتن نمیتونم، دیگه وارد میشه، دیگه توانایی نمیرسه، دست به ارضای غریزه جنسی با دست میزنه. باز نهایت به کجا میرسه؟ جوانا زیادتون نروه، کسایی که صدای مرا میشنون، کسی که عادت به این کار داشته باشه، این عادت خود به زودترین فرصت ترک کنه، ورنه در ارتباط جنسی تأهلی خود با خانم اصلی خود در نکاح صحیح به زودترین فرصت شکست میخوره. دکترها رو پیش مراجعه بکنید، دکترش توصیه میکنه. این راه غریزه جنسی رو ارضا کردن، این اسلام برای ما راهش رو تعیین کرده. اگر در غیر راه مصرف شد جسم انسان ضعیف میشه، حافظه رو از دست میده، لرزش بدن درش پیدا میشه، افسردگی درش پیدا میشه، تندخویی و بداخلاقی درش پیدا میشه و بالاخره وقتی که در صحنه عملی زندگی اصلی داخل میشه، باز در شب زفاف خود و شبهای بعدیش در شکست مواجه میشه، باز نمیتونه که مردانه بودن خود ثابت کنه که من مرد هستم و هم نمیتونه که زن بودن خود ثابت کنه که من زن هستم. دیگه پا مهم است، آل سر فرصت است. این از کدام آدرس پیدا میشه؟ از آدرس اینترنت ها و موبایل که ما درست استفادهش نمیکنیم. در این ارتباطات یا این مشکلات جنسی ایجاد شدن یا از بین رفتن قبح رابطه دختر و پسر دیگه آهسته آهسته از دست میره. یکی از رسانه های خیلی شیطان صفت است، چی است دیگه شما میفهمید که من کدامو میگم. خیلی شیطان صفت است، نامش نمیگم که این مسجد میگم بدنام نشود، این گندیده نشود، از این خاطر نمیگم، خیلی شیطان است. اون روز یک ویدیو رو نشر کرده بود که اثرات بوسه که یک جنس مخالفه که دیگر بوسه میکنن، این اثرات خیلی خوب از دیدهای طبی داره، خیلی آرامش بخش است. عامسازی فساد اخلاقی از این آدرس آهسته آهسته شروع میکنن. من پریروز بود که یا همین روز بود، همین یک نشریه را خواندم، میبینه که چی کار میکنه. او رو که میخونه میگه دکتر صاحبایی تو گفته به همین بوسه را امتحان بکنیم. او گپ از بوسه به جای میرسه که دیگه شما میفهمید که نهایت گپ بوسه از کجا شروع و به کجا ختم میشه.